این هم از معاون شارلاتان وزیر بهداشت که طبق معمول همه تقصیرها رو گردن مردم میندازه و میگه این مردمن که باید رعایت کنن. البته عجیبم هست که حالا همیشه که مقصر مردم. دکتر پیش بینیتون برای موج چهارم کرونا چیه؟ ببینید ما قطعا وارد موج چهارم شدیم. یکی از خبرگزاری‌های مهمم یه خبر اشتباهی از من نقل کرد. من دیشب با خبر 21 مصاحبه کردم. در چند هفته آینده، من گفتم در چند هفته آینده سعودی خواهد بود، هم سرپایی، هم بستری و هم مرگمون. متاسفانه اون خبرنگار گفته چند برابر که درست نبوده، در چند هفته آینده. ولی ما با توجه به افزایش روند سرپاییمون، با توجه به افزایش روند بستریمون، فعلا پیش بینی میکنیم که تا یکی دو سه چهار هفته آینده وضعیت اینجوری باشه، خصوصا در مورد مرگ. ما با چیکار بکنیم آقای دکتر؟ بازم همون یک راه حل بیشتر نداره، رعایت دستورالعمل‌ها. خلاصش هم اینه که تماس، مواجهه با دیگران به هر نحوی